سلام همه دوستان هنرمندم، خوش اومدیم به کانال پرگره. امروز با یک آموزش جذاب دیگه در خدمتتونم. آموزش کیف گل رز که میتونه یه هدیه خاص و یا یک اکسسوری شیک برای خودتون باشه. اگر به کارهای دستی و بافتنی علاقه دارید حتما این ویدیو رو تا پایان ببینید، ویدیو رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستین کانال رو سابسکرایب کنید. بریم برای شروع آموزش. برای شروع حلقه جادویی بزنید و درون حلقه 3 تا زنجیره. بذار. حالا شروع کن به بافت پای بلند. 11 تا پای بلند بزن. حلقه رو جمع کنید و کار رو بس بزنید. به این صورت. خب درجه بعدی 3 تا زنجیره بزنید. توی همون خونه یه دونه پای بلند. خب الان باید توی هر خونه 2 تا پای بلند ببافیم. فقط باید از دونه های پشتی شروع به باف کنیم. در این دونه ها توی هر خونه 2 تا پای بلند بزنیم. و کار رو بس بزنید. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. از همون خونه یه دونه پای بلند. خب حالا یه دونه پای بلند ببافین، یه دونه افزایش از حلقه های پشتی. یه دونه پای بلند، یه دونه افزایش. دوباره یه دونه پای بلند، یه دونه افزایش. این کار تا پایان رج ادامه بدید. و کار رو بس بزنید.
به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. یه دونه پای بلند توی همون خونه. باز هم از حلقه های پشتی شروع به بافت پای بلند کنید. این بار 2 تا پای بلند، یه دونه افزایش. افزایش داریم اینجا. دوباره 2 تا پای بلند، افزایش. به این صورت. این کار رو تا پایان رج ادامه بدید. و کار رو بس بزنید. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. یه دونه پایه، این بار 3 تا پای بلند، یه دونه افزایش. این کار تا پایان رج ادامه بدید. و کار رو بس بزنید. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. یه دونه پای بلند، باز هم از حلقه های پشتی. این بار 4 تا پای بلند، یه دونه افزایش. و افزایش. این کار رو تا پایان رج ادامه بدید.
در دونه آخر بست بزنید. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. در همون خونه یه دونه پای بلند، این بار 5 تا پای بلند، یک دونه افزایش و باز هم از دونه های پشتی. خب حالا یه دونه افزایش. این کار تا آخر رج ادامه بدید. 5 تا پای بلند ببافین، یه دونه افزایش. و کارو بس بزنید. به این صورت. خب برای بافت گلبرگ‌های کیف شما برای گرد بافی از حلقه های پشتی استفاده کردین. برای بافت گلبرگاش ما باید از حلقه های جلویی شروع به بافت گلبرگاش کنیم. به این صورت که نخو وارد کنید از دونه های جلویی. 3 تا زنجیره بزنید. خب 3 تا پای بلند، در دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. به این صورت 6 تا پای بلند باید ببافید. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. کارو برگردونید. توی دونه اول یه دونه پای بلند، دونه های بعدی هر کدوم 2 تا پای بلند.
به این صورت. حالا این نخی که سر انداختین رو به پشت کار ببرید. خب حالا باید در دونه 4 1 2 3 4 در 4 خونه بس بزنید. یه دونه زنجیره بزنید و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. و باز در خونه 4 1 2 3 4 در خونه 4 بس بزنید. به این صورت. دوباره شما 3 تا زنجیره بزنید. توی همون خونه 3 تا پای بلند. در دونه بعدی هم با 3 تا پای بلند به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره کارو برگردونین. پای بلند دونه های بعدی هر کدوم 2 تا پای بلند. به این صورت. باز دوباره در خونه 4 1 2 3 و 4 خونه
شما بست بزنید. یه دونه زنجیره و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. و باز هم در خونه 4، 1، 2، 3 و در خونه 4 شما بست بزنید. به این صورت. خب برای ردیف بعدی گلبرگ ها اول شما 2 تا زنجیره بزنید. در دونه روبروش بست بزنید. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. و 3 تا پای بلند. در دونه بغلیش هم 3 تا پای بلند. و در دونه بغلیش هم باز هم 3 تا پای بلند. باید 9 تا پای بلند بزنید. حالا 3 تا زنجیره بزنید. کار رو برگردونید. در دونه اول 1 دونه پای بلند. در بقیه دونه ها هر کدوم 2 تا پای بلند. به این صورت. شما باید 18 دونه پای بلند ببافید. خب در اینجا در ردیف دوم گلبرگ ها شما باید در خونه 5 1 2 3 4 5 در 5مین خونه بست بزنید. خب یه دونه زنجیره و بافت پای کوتاه معکوس.
به این صورت. و باز هم در خونه پنجم بس بزنید. 1 2 3 4 5. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. سه تا پای بلند. در دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. و دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. به این صورت 9 تا پای بلند مشابه همین برگ ببافید. به این صورت. و در خونه پنجم بس بزنید. 1 2 3 4. و در پنجمین خونه شما بس بزنید. دوباره زنجیره و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. و در خونه پنجم بس بزنید. 1 2 3 4 5. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. سه تا پای بلند. در دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. و دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره و مشابه گلبرگ دیگه ببافید. به این صورت. و در خونه پنجم بس بزنید. 1 2 3 4. و در خونه پنجم بس بزنید.
یه دونه زنجیره و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. حالا در خونه پنجم بس بزنید. 1 2 3 4 و 5. به این صورت. حالا برای ردیف بعدی گلبرگ ها دوباره 2 تا زنجیره بزنید و در دونه روبروش بس بزنید. دوباره 3 تا زنجیره، سه تا پای بلند، در دونه بعدی هم با 3 تا پای بلند و در دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. باید 9 تا پای بلند ببافید. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره، برگردونید. دونه اول یه دونه پای بلند، بقیه دونه ها 2 تا پای بلند. به این صورت 18 تا پای بلند ببافید. حالا باید در خونه چهارم 1 2 3 4 بس بزنید. یه دونه زنجیره بزنید و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. و باز هم در خونه چهارم بس بزنید. 1 2 3 4 به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. سه تا پای بلند،
در دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. به این صورت. مشابه همین گلبرگ ببافید. به این صورت 18 تا پای بلند بافتیم. حالا باید در خونه چهارم 1 2 3 4 بست بزنیم. یه دونه زنجیره و بافت پای کوتاه معکوس. به این صورت. حالا باز هم در خونه چهارم 1 2 3 4 بست بزنید. شما باید 3 تا دیگه گلبرگ به همین روش ببافید. خب من 3 تا دیگه گلبرگ بافتم. حالا برای ردیف بعدی دوباره مشابه ردیف‌های قبلی 2 تا زنجیره بزنید. در دونه روبروش بست بزنید. دوباره 3 تا زنجیره. سه تا پای بلند. در دونه بعدی هم بازم 3 تا پای بلند. و دونه بعدی هم 3 تا پای بلند. به این صورت. دوباره 3 تا زنجیره بزنید. برگردونید. یه دونه پای بلند. توی هر خونه 2 تا پای بلند. به این صورت. حالا در این ردیف هم در 4مین خونه 1 2 3 4مین خونه شما باید بست بزنید. و شروع کنیم به بافت پای کوتاه معکوس. شما در این ردیف مشابه همین گلبرگ ها باید ببافید و در خونه های 4 بست بزنین. در این ردیف شما باید 7 تا گلبرگ داشته باشین و ردیف بعدی 9 تا. خب من 2 ردیف دیگر رو بافتم.
بافت گلبرگ‌های گلمون تموم شد. حالا میخوایم دسته کیف رو به بدنه کیف وصل کنیم. از پشت گلبرگ‌ها جاشو مشخص کنید. شروع کنیم با نخ و سوزن به دوختن گلبرگ‌ها. از قسمت پشت سوزن رو رد کنید. به سمت دیگه دوخت بزنید. به این صورت دست تا انتها دوخت بزنید. خب به این صورت دسته کیف رو به بدنه کیف وصل کردیم. حالا برای دوخت آستر یک دایره به اندازه خود کیف برش میزنیم و روی بدنه کیف میذاریم و با پنس فیکسش میکنیم که موقع دوخت آستر راه نره و دوختمون کج نشه. به این صورت حالا شروع میکنیم به دوخت آستر به بدنه. با یک نخ همرنگ خودش شروع میکنیم به دوخت. فقط یه مقداری لبه پارچه رو تا بزنید. لبه پارچه رو تا بزنید و شروع کنید به دوخت آستر به بدنه. به این صورت. به همین صورت دور تا دور کیف رو بدوزیم. خب به این صورت آستر دور تا دورش رو دوختیم. حالا شما باید یکی دیگه مشابه همین طرف ببافید به این صورت. خب حالا باید دو طرف کیف رو به هم دیگه وصل کنیم. با مارکر علامت بزنید. از 4 طرف علامت بذارین که موقع باف دسته ها دقیقاً روبروی هم قرار بگیرن.
به این صورت. خب شروع میکنیم به وصل دو طرف کیف. ابتدا دور میل نخو بپیچین، یه دونه زنجیره بزنین و شروع کنید به وصل دو طرف کیف. میل رو وارد گندمی این ور کنید و از طرف دیگه رد کنید و نخو بگیرید. به این صورت. خب از دونه های بعدی همینجور شروع کنید به بافت شلال یا همون بس بزنید. به این صورت دور تا دور کیف رو تا قسمت دهانه کیف بس بزنید. خب به این صورت دور تا دور کیف رو دوختیم، فقط دهانه کیف باز موند. حالا برای قسمت دسته های کیف سوزن رو وارد کنید و شروع به دوخت کنید. به این صورت. طرف دیگه‌ش هم به همین طریق ببافید. خب اینم از آموزش امروز ما. امیدوارم از بافت این کیف لذت کافی رو برده باشین و شما هم یک کیف مثل این ببافید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارین و اگر عضو کانال نیستین کانال رو سابسکرایب کنید. تا آموزش های بعدی شاد و خلاق باشید.